دائم داشته باشیم. این ضمانت میکنه وحدت ملی ما رو. این آذربایجان ما رو در کنار همه ملت ما قرار میده. این آذربایجان رو در سر ایران قرار میده. آذربایجان ایران باشده. در این گزاره ساده دو تا مسئله هست. ایران و آذربایجان این دوتا با هم یکی هستند. و با این نگاه هست که ما به فرهنگ آذربایجان برمیگردیم.